نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسیم تلك آیات الكتاب المبین. در سوره فرقان ما خواندیم که برکات دهنده فقط و فقط ذات الله عز و جل است. 11 تا یا 13 تا دلائل عقلی هم خواندیم. حال برای اثبات این مدعا که همون توحید است در سوره شعراء دلائل نقلی میخوانیم. از موسی و فرعون میخوانیم تا بقیه انبیاء علیهم السلام، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح تا آخر سوره دلائل نقلی هستند. این ربط دوم و مناسبت دوم اینه که در سوره آخر سوره فرقان شما خواندید فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، شما تکذیب کردید عذاب شما را لازم است، جزای تکذیب. در آخر سوره شعراء هم همین مطلب را میخوانیم فقط کذبوا فسیأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. قریش تکذیب کردند، ان قریب خبرش بهشون میرسه. عاقبت و انجام قریش مثل عاقبت و انجام پیشینیان خواهد بود. پس هر دو با یک مضمون تمام می شود. طاسیم تلک آیات الكتاب المبین. این تمهید مع الترغیب است. در هر سوره ابتدا الله تعالی ترغیب میده ما را به سوی قرآن که ببین چه قرآن جالبی هست، گوشهایت را باز کن، مطالبش را بگیر. تلک آیات الكتاب المبین. این آیات کتاب مبین است. عرض کردم هرگاه صفت کتاب مبین میآید اشاره به دلائل چیه؟ نقلی. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. این تسلی برای رسول الله است، تسلی هست. و این لعل برای ترجی نیست، لعل برای اشفاق است، برای شفقت است. الله عز و جل بر حبیبش شفقت می کند، اظهار مهربانی و ترحم می کند. معنیش اینه که ای حبیب من خودت را از بین نبر، خودت را تلف نکن دنبال اینها که الله یکون مؤمنین. ایمان نمی آورند، نیاورند جزایش را خودش می بینند. لذا لعلک باخع نفسک، قابل ترحم هستی، قابل شفقت هستی که باخع نفسک، باخع ای هالکن، هلاک کردی نفست را، یعنی خودت را از بین بردی. الا یکونوا مؤمنین، بر اینکه آنها مؤمن نمی شوند، ایمان نمی آورند. اگر ما بخواهیم ایمان جبری میدیم بهشون ولی درد نمیخوره. ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیه، اگر ما بخواهیم نازل میکنیم از آسمان آیه‌ای، چنان آیه و نشانه‌ای که فظلت اعناقهم، بگردد گردنهایشان، لها خاضعین، برای آن خشوع و خضوع کننده، تسلیم شونده. مثل اینکه خدا از آسمان کوه طور را آورد بر بنی اسرائیل، گرچه برای ایمانش نیاورد، برای عمل کردن آورد، ایمان از قبل آورده بودند.
لذا اگر الله بخواد از آسمان چیزی میاره که همه مردم بگن غلط کردیم، بالاجبار ایمان بیاورند، ولی اون ایمان چه درد میخورد؟ و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث. الله زجر توبیخ بیان میفرماد نیامد پیش آنها هیچ ذکری، هیچ پند و اندرزی از جانب رحمان که محدث و جدید باشد، الا كانوا عنها معرضین، یعنی در حق اونها محدث، مگر اینها از اون اعراض کننده بودند. فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. این همون مطلبی که در آخر سوره شعراء فرقان آمد. الله می فرماید همانا اینها تکذیب کردند، قریش مکه تکذیب کرد، اهل مکه تکذیب کردند. فسیأتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون. ان قریب می آید خبر آنچه که او را مسخره می کردند. چی را مسخره می کردند؟ عذاب را. خبر عذاب می آید. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم. تخویف دنیوی هست. الله می فرماید آیا اینها نگاه نمی کنن به زمین؟ کم انبتنا، چقدر ما رویاندیم. هم تخویف دنیوی هست، هم دلیل عقلی توحید است. چقدر ما رویاندیم در زمین از هر زوج مکرم. از هر زوج یعنی از هر جفت، انواع مختلف، شامل انسان و غیر انسان. اما انسان ها کجا رفتند؟ چی شد؟ ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. همانا در این آیه و نشانی هست، نشانی عقلی. اما اینها بجای اینکه از آیات درس بگیرند ایمان نمی آورند. و ما کان اکثر مؤمنین، اکثرشان ایمان نمی آورند. و ان ربک لهو العزیز الرحیم. بدرستی که رب تو عزیز هست، غالب هست و مهربان هست. خب این مقدمه بود که الله درباره این کتاب مبین بیان فرمود و این نکته را بیان فرمود که اینها از این آیات درس نمیگیرند، عبرت نمیگیرند. حال دلائل نقلی شروع میشه، تفصیلی. ما حاصل و نتیجه دلائل عقلی اینه که ببینید اقوام گذشته که درس نگرفتند انجامشون چه شد، کیفرشون چه شد، به کجا رسیدند. لذا الله عزوجل از چندین قوم نمونه ذکر می فرماید. اولین قوم که اینجا ذکر میشه قوم موسی علیه السلام است. موسی الگوی خوبی هست برای هر دعوتگر. این دلیل نقلی تفصیلی هست، ولی با توجه به اینکه ما درباره قوم موسی و دعوت موسی چند بار خواندیم، لذا فقط به ترجمه آیات و قرائت آیات اکتفا میکنیم از این به بعد. و چون که شما این مباحث را به تفصیل خواندید، فرصت ما هم کم است. انشاءالله برای اینکه قرآن تمام بشه جلوتر بریم، لذا اینها را سریعتر میخوانیم. و اذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمین. زمانی که ربت ندا کرد به موسی که ای موسی بیا پیش قوم ظالم. قوم ظالم کیه؟ قوم فرعون، یعنی قوم فرعون. الا یتقون، آیا آنها نمی ترسند از شرک، از کفر، با خدا شریک میگیرند؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون. معروض اول موسوی. بار اله من می ترسم که آنها مرا تکذیب کنند. و یضیق صدری، و سینه من تنگ بشه. ولا ینطلق لسانی، و زبانم جاری نشه، زبانم روان نشه. چون که وقتی که من ناراحت بشم، عصبانی بشم، زبانم هم میگیره. التکذیب سبب لضیق القلب. اولا که تکذیب بکنه این سبب میشه دل بگیرد. و ضیق القلب سبب لتعسر الکلام. وقتی بعضی افراد ناراحت بشن، بالخصوص کسانی که مشکل زبان و لکنت زبان داشته باشند،
این موجب میشه که کلام برای اونها چیه؟ خیلی مشکل میشه. لتعسر الكلام على من يكون في لسانه حبسه، کسی که در زبانش چی هست؟ بندش وجود دارد، حبس وجود دارد، یعنی لکنت دارد. کسانی که مشکلات عصبی دارن میبینی وقتی که میخواد صحبت بکنه خیلی لکنت زبان پیدا میکنن. خب این زبان با روان انسان خیلی ارتباط داره. لذا موسی میگه اگر مرا ناراحت بکنند من نمیتونم مطلب را خوب بگم، لذا هارون را با من بفرست. فارسل الی هارون، یعنی هارون را هم رسول بگردم، بفرست به سوی هارون. ولهم علی ذنب، معروض دوم، من پیش اونها جرمی دارم، برای آنها بر من هست جرم، یعنی گناهی که من مرتکب شدم، یه نفری را کشتم. فاخاف ان یقتلون، میترسم که مرا بکشند. منظور از کشتن نمیترسد، میترسم که کشته بشم بعداً رسالت را کی انجام میده. لذا هارون با من باشد که اگر مرا کشتند هارون ادامه بده. الله میفرماید قال کلا، هرگز چنین نیست. فذهبا بآیاتنا، هر دو برید با آیات ما. انا معکم مستمعون، ما با شما مستمع هستیم، گوش میکنیم. فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، آن دو پیش فرعون بیایید، پیش فرعون بروید، پیش فرعون بگویید انا رسول رب العالمین، ما فرستاد رب جهانیان هستیم. با چه مضمونی؟ چرا آمدی؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اینکه با ما بفرست بنی اسرائیل را. عرض کردم موسی آمده بود برای آزادی بنی اسرائیل از بردگی برهاند. قال الم نربک فینا ولیدا، اون معروضات موسی بود، این اعتراضات فرعون است. اعتراض اول، الم نربک فینا ولیدا، ای موسی آیا ما تو را تربیت نکردیم؟ در میان ما بچه بودی، ولید بودی، بچه. ولبثت فینا من عمرک سنین، در میان ما از عمرت گذراندی سالهای متمادی. اعتراض دوم، یعنی تو دست پرورده ما، نمک پرورده ما هستی. دوم این که چه اشتباهی کردی، مردی را کشتی از ما. و فعلت فعلتک التی فعلت، انجام دادی فعلت را، آن فعلی که انجام دادی، یعنی قتلی مرتکب شدی. و انت من الکافرین، اینجا کافرین به معنی کفران نعمت است. تو ناسپاس بودی، ناشاکر بودی، ما تو را نگهداری کردیم، تو ما را کشتی. موسی جواب این دومی را میده، اولی را که انکار نمی کند. قال ففعلتها اذا وانا من الضالین، من انجام دادم در اون زمانی که من از ضالین بودم، من راه را بلد نبودم، بیراه بودم. ففررت منکم لما خفتکم، من از پیش شما فرار کردم، گریختم. لما خفتکم، زمانی که از شما ترسیدم، وقتی که من گریختم. فوهب لی ربی حکما، رب من به من حکم داد، یعنی نبوت داد. و جعلنی من المرسلین، و مرا قرار داد از پیامبران. من امروز یکی از پیامبران الهی هستم، به عنوان یک پیامبر دارم باید بحث میکنم، باید صحبت میکنم. و تلک نعمت، جواب اعتراض اول را جالب تر میده. موسی میگه درست من در خانه تو پرورش یافتم، اما اینکه قوم من را امروز به عنوان برده و بنده گرفتی، این بر من داری احسان میکنی. و تلک نعمت تمنها علی، این نعمتی هست، یعنی نعمت تربیت که تمنها علی، تو بر من منت میگذاری، تو بر من احسان میگذاری. ان عبدت بنی اسرائیل، اینکه بنی اسرائیل را به عبدیت و به بردگی گرفتی، آیا این نعمتی هست که میگذاری؟ خب فرعون هر دو جوابش را دریافت کرد. الان رفت به سمت سوی دیگر، به موسی گفت تو میگی که من فرستاده رب العالمین هستم. رب العالمین چیه؟ منظور اینه که رب العالمین منم. اون میگفت انا ربکم الاعلی. قال فرعون و ما رب العالمین، رب العالمین چی هست؟ رب العالمین کی هست؟ قال رب السماوات والارض،
این دلیل آفاقی هم است. موسی گفت رب عالمیان، آن ربی هست که رب آسمان ها و زمین و ما بینهما و ما بینشان هست. این کنتم موقنین، اگر شما یقین کنید، اگر باور کنید. فرعون به خشم آمد که این مرا رب العالمین نمیداند. قال لمن حوله الا تستمعون، به اطرافیانش گفت نمیشنوید چی داری میگه؟ موسی علیه السلام تیر دیگری به قلب شلیک کرد. قال ربکم و رب آبائکم الاولین، رب العالمین اون هست که رب شماست و رب آباء پیشینیان شماست. فرعون داشت دیوانه میشد. چی گفت؟ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، این فرستاده که به گمان خودش رسول است و فرستاده شده به سوی شما لمجنون، دیوانه هست. موسی گفت دیوانگی را نشونت میدم. سومین را شلیک کرد. قال رب المشرق والمغرب و ما بینهما، رب عالمیان اون ربی هست که رب مشرق و مغرب و ما بینشان هست. این کنتم تعقلون، اگر شما عقل داشته باشید، فکر داشته باشید، خرد داشته باشید، اون رب است. دیگه فرعون تحملش، صبرش لبریز شد، تنگ آمد، به جنگ آمد، شروع کرد به تهدید. دیگه جوابی نداره. قال لئن اتخذت الها غیری، اناد فرعونی هست. ای موسی اگر الهی بغیر از من الهی دیگری را بگیری و انتخاب کنی، لاجعلنک من المسجونین، البته من قرار میدم تو را از زندانیان، یعنی زندانت میکنم، تو سلول میندازم. موسی گفت قال اولو جئتک بشیء مبین، ولو اینکه من دلیل روشنی داشته باشم، دلیل واضحی داشته باشم، اولو جئتک یعنی اتسجننی، آیا مرا زندان میکنی یا انکار میکنی؟ ولو جئتک بشیء مبین، گرچه من چیز واضح بیارم، دلیل واضح بیارم. فرعون گفت، فرعون نمیدونست. قال فأت به ان كنت من الصادقین، بیار اون واضح اترا، اون معجزه اترا، دلیل اترا اگر راست میگیم. فالقى موسی عصا، موسی عصایش را انداخت. فاذا هي ثعبان مبین، اژدهای بسیار آشکار و روشن و اژدهای گردن کلفت به سوی فرعون میرفت که در بعضی روایت های تفسیری آمده فرعون پا به فرار گذاشت و به موسی گفت جلویش را بگیر. موسی علیه السلام به دست گرفت عصا را. دوم و نزع یده، دستش را در آورد از زیر بغل. فاذا هی بیضاء للناظرین، این دستش درخشنده بود، سفید بود برای ناظرین، برای تماشا کنندگان، مثل یک نور می درخشید. فرعون دیگه چاره ای نداشت توجیه بکند، هرچی فکر کرد راهی دیگه نبود. مردم متاثر میشن، دارن ایمان می آورند، لذا گفت این جادو هست. قال للملأ حوله، به ملئی که اطرافش بودند، به درباریانی که اطرافش بودند چی گفت؟ ان هذا لساحر علیم، این جادوگر ماهری هست. علیم یعنی ماهری هست. و بعد ببین چطور تعصبات را تحریک می کند. یرید ان یخرجکم من ارضکم، این میخواهد شما را بیرون کند از سرزمین شما. به سحره، با جادوش میخواهد که سرزمین مصر مال بنی اسرائیل باشد، شما قبطی ها را بیرون کند. فماذا تأمرون، شما چه امر میکنید، یعنی چه مشوره میدهید؟ مشوره شما چیه؟ قالوا ارجه و اخاه، مشوره ارکان سلطنت. گفتند ارجه، مهلت بده او را، و اخاه و برادرش را، و بعث فی المدائن حاشرین، بفرست در شهرها که مردم را جمع کنند، مردم را جمع کنند، جادوگران را جمع کنند. یأتوک بکل سحار علیم، بیاورم پیش تو هر سحار. سحار مبالغه ساحر است، خیلی جادوگر، علیم ماهر باشد.
وارد باشه تا موسی را شکست بده. رب العالمین می فرماید فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، جمع کرده شدند، گرد هم آورده شدند جادوگران برای میقات روز معین. و قیل للناس، دعوت عمومی به مردم گفته شد، اعلام عام شد از طرف فرعون، هل انتم مجتمعون. این استفهام طلبی هست، آیا شما جمع میشید؟ یعنی ما از شما تقاضا داریم جمع بشید. لعلنا نتبع السحرة، شاید ما پیروی کنیم جادوگران را، ان کانوا هم الغالبین، اگر انها غالب بودند، اگر جادوگران غالب شدند ما دیگه اونها را پیروی میکنیم. الله می فرماید فلما جاء السحرة، سبحان الله، قبلا هم یادآوری کردم الانم یادآوری میکنم. ببین ایمان چه شگفتی ایجاد میکند، چه اعجابی درست میکند. این جادوگران هستند هنوز ایمان نداره، 1 ساعت بعد ببینیشون، 1 ساعت قبل ببین آمده، مد نظرش پول است. قالوا لفرعون، به فرعون گفتند ائن لنا لاجرا، آیا برای ما اجری هست، مزدی هست، پاداشی هست، ان كنا نحن الغالبین، اگر ما غالب شدیم، ما پیروز میدان شدیم. فرعون میگه اجر و پول به جای خود. قال نعم و انکم اذا لمن المقربین، چرا نه، شما در این هنگام از مقربین دربار من قرار میگیرید. قال لهم موسی، این کیفیت مبارزه، قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، موسی به آنان گفت بیاندازید آنچه که شما میاندازید. خب ما در سوره مبارکه اعراف خواندیم که آنها به موسی گفتند که تو بیانداز. موسی گفت نه شما اول بیاندازید، احترام به موسی و ادب موسی را رعایت کردند. فالقوا حبالهم و عصیهم، آنها ریسمانهایشون را انداختند، عصاهایشون را در اون میدان انداختند و چه سوگندی خوردند. ببینید اون مطمع نظر این خدا. و قالوا بعزت فرعون، قسم به عزت فرعون، بعضی گفتند ما سوگند میخوریم به عزت فرعون، بعضی گفتن به عزت فرعون یعنی به برکت فرعون. این سوره فرقان بود قبل از این و الان شعراء است. در این هر دو سوره بحث اینه که برکت دهنده فقط الله است. اونها به برکت فرعون قسم خوردن. انا لنحن الغالبون، ما غالب هستیم. لذا خدایشون فرعون مطمع نظر و هدف والایشون پول. فالقى موسی عصاه، بنویسی بعد از وحی الله تعالی به موسی گفت که الان بیانداز. فالقى موسی عصاه، موسی عصایش را انداخت. فاذا هی تلقف ما یأفکون، می دیدی در این هنگام می بلعید ما یأفکون، هرچی که آنها دروغ درست کردند، چون جادو اونها دروغ بود، مردم را فریب دادند. اینجا وقتی که موسی پیروز میدان شد، فالقی السحرة ساجدین، این شکست فرعون است. فالقی السحرة، انداخته شدند، یعنی برای این سجده توفیق از جانب رب العالمین داده شدند، کار خودشان نبود، کار الله بود. انداخته شدند سحره، جادوگران، در حالی که سجده کردند. قالوا آمنا برب العالمین، ما ایمان آوردیم به رب جهانیان، رب موسی و هارون، رب موسی و هارون. سبحان الله. دیگه فرعون رسوا شد، اما فرعون بسیار نیرنگ باز بود، بسیار مکار بود. فرعون می ترسید که مردم الان متأثر نشن. فوراً فرعون توجیه کرد، گفت عجب، پس شما با هم شعور داشتید، با هم استاد و شاگرد بودید،
با هم یکی بودید، اینجا نقشه بازی کردید، ما را فریب دادید. اینا را گفت تا مردم یه وقت ایمان نیاورند. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، شما ایمان آوردید به موسی قبل از اینکه من شما را اجازه بدهم. الان من دریافتم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، این بزرگ شماست، استاد شماست، معلم شماست، اونی که شما را سحر و جادو آموزش میده. فلسوف تعلمون، ان قریب شما میدانید. ای وبال ما فعلتم، کیفر فعل و عمل خودتون را شما میبینید. چیکار میکنی؟ لا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پای شما را برعکس قطع میکنم. ولا اصلبنکم اجمعین، بدار میآویزم شما را همگی را. قالوا لا ضیر، استقامت سحره، اینی که تا 1 ساعت پیش پول میخواست اما الان ایمان به دلش نشسته، دنیا برایش عوض شد. الان مد نظر چیه؟ رضای مولاست، بخشش الله است، بهشت رب است. لا ضیر، پروایی نیست. انا الی ربنا منقلبون، الان اون دنیایی که ما قبلا میخواستیم، اون پولی که ما خواستیم، اون برای ما اهمیت نداره، چون در دل چیزی آمده که اون برای ما مهم است. ایمان که آمده ارزش واقعی را به انسان نشان میده که ارزش واقعی این دنیا و پول دنیا نیست، ارزش واقعی رضای مولا و جهان آخرت است. در یک لحظه هنوز به پای درس موسی ننشستند، اما به محض اینکه ایمان آوردند الله عزوجل انقلاب درونی ایجاد کرد. لذا گفتن لا ضیر، پروایی نیست، ضرری نیست. انا الی ربنا منقلبون، ما به سوی پروردگارمان برمیگردیم. انا نطمع ان یغفر لنا، ما طمع داریم، امید داریم، انتظار داریم که رب ما خطاهای ما را ببخشد. ان كنا اول المؤمنین، ای لأننا كنا، چون ما اولین مؤمن شدیم از این جمع، اولین کسانی که ایمان آوردند خود ما بودیم. فقط همین انتظار را داریم، نه دیگه پولت را میخواهیم، نه تقربت را میخواهیم، نه زندگی در دنیا میخواهیم. ببین همه چیز عوض شد. این از شگفتی های ایمان است. ایمان واقعی انسان را اینطور متحول و متغیر میگرداند. صحابه همین طور بودند. صحابه قبل از اسلام مطالعه کن، بعد از ایمان ببین چی شدند، از نظر عقیده، از نظر فکر، از نظر اخلاق، از نظر ایثار، خودگذشتگی. و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی. علی ای حال، مفسرین نوشتن فرعون بدبخت بدترین شکنجه و بدترین عذاب و برای جادوگران آورد و اینها را همه را از دم تیغ گذراند و تو رود نیل انداخت. الله می فرماید بعد از اینکه موسی حجت را تمام کرد و موسی علیه السلام در میدان مبارزه برد، تبلیغ را ادامه داد، فرعون آخر تصمیم به قتل موسی گرفت و به قتل فرزندان بنی اسرائیل دستور داد که همه را دوباره بکشید. ذبح دوباره شروع شد. دیگه بنی اسرائیل تا کی باید شکنجه تحمل کنند؟ الله دستور هجرت داد. و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی، ما وحی کردیم به سوی موسی ان اسر بعبادی، به وقت شب ببر بندگان من را. اسراء سفر چی را میگن؟ شب را. انکم متبعون، علت اینه که شما تعقیب میشید. متبعون یعنی پیروی میشوید، تعقیب میشید، دنبال شما میان. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون در همه شهرها جمع کرد، نیرو جمع کرد بر علیه موسی. ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، اینها یعنی بنی اسرائیل جماعت اندک و بی ارزشی هستند. و انهم لنا لغائظون، اینها ما را به خشم و به غیظ در آوردند.
و انا لجمیع حاضرون، ما جمعی هستیم که باید از ما برحذر بود، یعنی باید مردم از ما بترسند، اینا نمی ترسند. به هر حال الله می فرماید فرعون تعقیب کرد. الله عزوجل عملا فرعون را از کاخ و از باغ و از شهر و از آبادی هایشون بیرون کرد. فاخرجناهم من جنات و عیون. تفصیل قصه را ما خواندیم دیگه، اینجا کنایه هست. فاخرجناهم من جنات و عیون، ما بیرون کردیم آنان را از باغات و چشمزارها و کنوز و مقام کریم و از خزانه ها و از جاهای معزز و کاخهای مجلل بیرون کردیم. کذالک ای القصه کذالک و اورثناها بنی اسرائیل، ما وارث آنها قرار دادیم بنی اسرائیل را. من یک مطلبی خدمت شما عرض کردم، بحثی که در سوره های دیگه ما خواندیم و اورثنا قوما آخرین، قوما آخرین. اینجا الله میفرماید اورثناها بنی اسرائیل. بسیاری از تاریخ نویسان، از یهودی ها، از مستشرقین و خاورشناسان ایراد میگیرند، میگن در تاریخ نیست که یهود و بنی اسرائیل به مصر برگشته باشد. العیاذ بالله این را یکی از اشتباهات تاریخی قرآن میدانند. ایراداتی که بر قرآن گرفتند یکی اینه. ما در پاسخشون همین میگیم که تاریخ را شما نوشتید، تاریخ ساخته و پرداخته بشر هست. تاریخ نویسی از کی شروع شد؟ تاریخ نویسی از حداقل با توجه به جریان و زمان موسی با زمان تاریخ نویسی نگاه بکنیم 2-3 هزار ساله. در این فاصله 2-3 هزار سال تاریخ نویس از کجا میدونه که جریان چی بود، بنی اسرائیل به کجا رفت، چگونه شد؟ درست بنی اسرائیل بعد از اون به شام رفت، اما وارث بلاد فرعون هم بنی اسرائیل شد. چگونه ما نمیدونیم، قرآن نگفته، ولی 2 صورت داره، 2 احتمال داره. یکی این که تمام خزائن را، تمام چیزهای ارزشی را برداشتند و رفتند، اینم یک نوع وراثتی است. یا اینکه اینجا افرادی را گماشتند که بعد از فرعون اونها حکومت کنند، بازم از آن اونها شد. فاتبعوهم مشرقین، دنبال کردند فرعونیان بنی اسرائیل را، مشرقین، سر صبح. خدمت شما عرض کردم اونا شب رفتند، شب تمام مسیر رفتند و رفتند، اینا به وقت شروق، به وقت طلوع آفتاب رفتند. صبح دیدن نیستن بنی اسرائیل، هیچ یکی به سر وظیفه و کارش نمیاد، بردهایشون بودن. لذا متوجه شدن، فوراً جمع کردند پادگانها را، لشکر را، همه را حرکت رفتند. ولی از قضا بنی اسرائیل راه را گم کرده بود و الا فرعون نمی توانست ببینه. اون شب رفته، این صبح، این قبل از ظهر اونها را دیدند. اونا راه را گم کرده بودند، راهی که باید به شام می رفتند راه دیگری رفتند، به طرف دریای سرخ، دریای قلزم، اونجا گیر کردند. فلما ترا الجمعان، زمانی که هر دو جمع، هر دو لشکر هم دیگر را دیدند، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب موسی گفتند وای بر ما دستگیر شدیم. لمدرکون یعنی ما گرفتار شدیم، دستگیر شدیم. موسی علیه السلام پیامبر خدا که به نصرت الهی ایمان و باور دارد، قال کلا، هرگز چنین نیست، این خیال خام شماست. ان معی ربی، همانا با من رب من هست، سیهدین، ان قریب مرا راهنمایی میکند. الله می فرماید فاوحینا الی موسی، ما وحی کردیم به سوی موسی، ان اضرب بعصاک البحر، ای موسی بزن به وسیله عصایت دریا را بزن. فانفلقا، شکافته شد، راه باز شد. فکان کل فرق، 12 را میگویم مفسران.
فکان کل فرق، شد هر بخشی، هر سمتی، هر طرفی، کالطود العظیم، مثل کوه بزرگ. یعنی آب کوه واری ایستاد، توقف شد وسط دوتا آب، وسط دوتا کوه راه درشت. بله. و ازلفنا ثم الاخرین، الله می فرماید آنجا نزدیک کردیم دیگران را، یعنی فرعون هم آمد. موسی رد شد، فرعون زد داخل دریا و گفت شما هم رد بشید. وقتی که همه آمدند در داخل قرار گرفتند، الله دریا را دستور داد الان ادامه بده. دریا هموار شد، برابر شد، همه غرق شدند. و انجینا موسی و من معه اجمعین، ما نجات دادیم موسی را و هر کسی که با موسی بود همگی را. ثم اغرقنا الاخرین، سپس ما غرق کردیم دیگران را، یعنی فرعونیان را. ان فی ذلک لآیه، همانا در این آیه هست، درس هست، نشانی هست. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اما اکثر این مردم ایمان نمی آورند، از این آیات الهی بهره نمی گیرند. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، همانا رب تو عزیز است، غالب است، می تواند که فورا اینها را هم مؤاخذه بکند. اما الرحیم، مهربان است، مهلت میدهد، فورا مؤاخذه نمی کند الله عزوجل، تا اینکه اینها بیندیشند، فکر کنند، توبه کنند، به سوی الله عزوجل برگردند. واتلو علیهم نبأ ابراهیم اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. در سوره مبارکه شعراء دلائل نقلیه را داریم که اولین دلیل نقلی که سیدنا موسی علیه السلام بود خوانده شد تا اینجا تمام شد. و واتلو علیهم نبأ ابراهیم دومین دلیل نقلی هست بر اثبات توحید، و این دلیل از سیدنا ابراهیم علیه السلام هست. بگو مگوی حضرت ابراهیم، کشمکش ابراهیم با قومش بر عبادت غیر خدا، بر اختیارات و تصرفاتی که غیر الله دارد، که قبلا هم خواندیم در سوره انبیا، در اینجا بیان شده. واتلو علیهم نبأ ابراهیم، بر آنان تلاوت کن خبر ابراهیم را، اخبار ابراهیم را. اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون، زمانی که به پدرش و قومش گفت که شما چه چیزی عبادت میکنید. ابراهیم علیه السلام میدانست اونا چی را عبادت میکنند، میخواست از زبان خود اونها اقرار بگیرد، اعتراف بگیرد که اینها مستحق عبادت نیستند. لذا سوالاتی که ابراهیم علیه السلام از اونها ذکر کردن، اونها موندن توش. لذا آنها در جواب چی گفتند؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ما بتانی را عبادت میکنیم که میمانیم برای اینها اعتکاف، یعنی بر اونها قرار داریم، همیشه همونجا هستیم و پرستش اونها را میکنیم، مجاور اونها هستیم. ابراهیم علیه السلام سوال کردند، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، زمانی که آنها را فریاد میزنید، از آنها استمداد میکنید، آیا میشنوند صدای شما را؟ فریاد و مشکل شما را میشنوند؟ او ینفعونکم او یضرون،
یا به شما نفع میدهند در صورت عبادت، او یضرون، یا آیا به شما ضرر میرسانند در صورت ترک عبادت. اونها جواب مثبتی نداشتند، نه شنیدن را اونها خودشون باور داشتند، نه نفع رساندن را. لذا در پاسخ گفتند ما چون پدرانمون را دیدیم که عبادت میکردن، ما هم به تبع اونها، تبعیت از اونها ما عبادت میکنیم. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکه پدرانمون را دیدیم که این چنین میکنن، ما هم به تأسی از اونها. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراهیم علیه السلام اعلام براءت میکنند از بتان، از خدایان دروغین. افرأیتم ما کنتم تعبدون، آیا میدانید یا میبینید آنچه که شما عبادت کنید میکنید؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، شما و پدران گذشته شما. فانهم عدو لی الا رب العالمین، آنان دشمن من هستند به دلیل معبودیت، دیگه دشمنی نیست. چون که آنها را شما معبود قرار دادید در معبودیت، من اونها در معبودیت موافق نیستم، دشمنم. الا رب العالمین، این استثناء منقطع هست. ای لکن رب العالمین، اما رب عالمیان و رب جهانیان اون ذاتی هست که مرا آفریده، نه اینها. الذي خلقنی فهو یهدین، آنی هست که مرا آفرید، مرا راهنمایی میکند. والذی هو یطعمنی و یسقین، اونی هست که مرا طعام میده، مرا آب میده. و اذا مرضت فهو یشفین، هرگاه مریض بشم او مرا شفا میده. والذی یمیتنی ثم یحیین، اون هست که میمیراند مرا و او مرا زنده میکند. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اون ذاتی هست که من انتظار و طمع دارم که خطاهای مرا ببخشد، زلات مرا ببخشد. یوم الدین، روز جزا، یعنی در صورتی که خطا داشته باشم، لغزش داشته باشم، بخشاینده فقط او هست، او ببخشد. و بعد از این تبلیغ ابراهیم علیه السلام دعا میکند رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین، بار الها به من حکمی ببخش. حکم منظور اینجا علم است یا کمال علمی. و الحقنی بالصالحین، علاوه بر آن ملحق بگردان مرا با صالحین. این کمال عملی هست. ببینید ابراهیم علیه السلام هم از خدای عزوجل علم کامل میخواد، هم عمل کامل. حکما مفسرین گفتن کمال علمی و الحقنی بالصالحین کمال عملی، یعنی خدایا به من هم علم کامل بده، هم عمل کامل بده. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، و لسان صدق برای من قرار بده در آخرین، در امتهای بعدی آخر. لسان صدق معنیش چی هست؟ اکثر مفسرین گفتند لسان صدق به معنی نیکنامی. لسان صدق به معنی چی هست؟ اگر به این معناست هم اجابت شده. ابراهیم شخصیت مسلم عند الکل بود، همه قبول داشتند. هیچ کسی بود که ابراهیم را قبول نداشته باشه، چه از یهود، چه از نصارا، چه از مشرکان، چه مسلمانان. پس نیکنامی، نام نیک برای ابراهیم در آخرین ماند. شیخ رحمه الله، حضرت حسین علی رحمه الله، ایشون معتقدند که لسان صدق یعنی کلمه صادقه، منظور توحید است. کلمه صادقه از من بیادگار بگذار،
در آخرین. و ایشون استنباط میکند از آیه دیگه که الله میفرماید و جعلها کلمة باقیة فی عقبه، یعنی توحید را خداوند یک کلمه باقیه پشت سر ابراهیم گذاشت. جعلها کلمة باقیه، پس لسان صدق به این معنی که اون چیزی که به یادگار از من میماند توحید بماند، یک تا پرستی بماند تا مردم به او عمل کنند. وجعلنی من ورثة جنت النعیم، مرا از وارثان جنت النعیم بگردان، جنتی که سراپا نعمت است. واغفر لأبی، پدر مرا ببخش، بنویسی یعنی توفیق ایمان بده. ابو سعود نوشته بالهدایت و توفیق للایمان، هدایتش کن توفیق به ایمانش بده. ابراهیم ابتدائی نمی گفت، اما بعدا وقتی که متوجه شد که پدر بدون ایمان مرد، فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، دیگه بعد از اون اظهار براءت میکرد، اظهار تبری میکرد. ولا تخزنی یوم یبعثون، مرا روزی که از قبرها بلند کرده میشوند در آن روز رسوا نگردان. یوم لا ینفع مال ولا بنون، این ادخال الهی هست. اون روزی که ابراهیم میگه که مرا رسوا نگردان، اون روز چه روزی هست؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که مال سودمند نمیشه، فرزند هم سودمند نمیشه، یعنی برای نجات انسان اینها کافی نیستند. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر آن کسی که پیش الله بیاید با قلب سالم. سالم یعنی سالم از شرک، خالص من الشرک و الشک، خازن از شرک و شک خالص باشد، پاک باشد. و ازلفت الجنة للمتقین، و بهشت نزدیک قرار داده میشه برای متقیان. و برزت الجحیم للغاوین، و جهنم ظاهر میشه برای گمراهان، آشکار میشه، به معرض آورده میشه، به میدان آورده میشه. و قیل لهم اینما کنتم تعبدون، به آنان گفته میشه کجا هستند آن معبودانی که شما پرستش میکردید به غیر از الله. نفی شفاعت قهری هم هست، شفاعتی کجا هست؟ اینما کنتم تعبدون من دون الله، آنانی که شما پرستش میکردید به غیر از الله. هل ینصرونکم او ینتصرون، آیا آنها میتوانند شما را یاری کنند؟ او ینتصرون، یا اینکه خود را یاری کنند. چطور خود را یاری کنند؟ بدفع العذاب عن انفسهم، از خود عذاب دور کنند. آیا آنان میتوانند؟ فکبکبوا فیها هم والغاوون، الله میفرماید که به سر انداخته میشوند. کبکبو سرنگون در جهنم، آنان و همچنین گمراهان همه. و جنود ابلیس اجمعون، همه لشکر ابلیس، تمام متبعین و پیروان شیطان به سر انداخته می شود در جهنم. قالوا وهم فیها یختصمون، آنها میگویند در حالی که با هم دیگه بحث میکنند، جدل میکنند، با هم دیگه درگیر هستند. چی میگویند؟ تالله ان كنا لفی ضلال مبین، سوگند به خدا که ما بودیم در گمراهی آشکار. شرع اذ نصفیکم برب العالمین، زمانی که ما شما را برابر کردیم. بنویسی فی العبادت جلالین، در چی ما شما را برابر کردیم؟ با رب العالمین در عبادت. همونطور که رب العالمین را عبادت میکنه ما هم شما را عبادت کردیم. وما اضلنا الا المجرمون، ما را گمراه نکرد مگر مجرمان، شما که کارتون جرم بود. فما لنا من شافعین، اما برای ما هیچ شفاعت کننده نیست. ولا صدیق حمیم، و دوست صمیمی هم نیست. منظور چیه؟ منظور اینه که کسانی که ما اونها را شفیع میپنداشتیم
کسانی که آنها را دوست دلی و دوست صمیمی میدانستیم اونها امروز اینجا نیستند. اونها از شفاعت ما عاجزند، از دوستی با ما عاجز هستند. الان تمنا میکنه، میگه فلو ان لنا کرة، اگر برای ما تکراری بود، یعنی یک بار دیگه به دنیا رفتن بود، فنکون من المؤمنین، از جمله مؤمنان می شدیم، ایمان می آوردیم. اما چه فایده؟ افسوس اونجا، حسرت اونجایی که به درد نمی خورد، دردی را دوا نمی کند. الله می فرماید ان فی ذلک لآیه، همانا در این جریان ابراهیم درس هست، درس عبرت هست، آیه و نشانی هست. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر این مشرکان ایمان نمی آورند. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، بدون شک پروردگار فقط او هست غالب و او هست مهربان. خب پس ببین ابراهیم هم بر علیه عبادت غیر الله، استمداد از غیر الله، اختیارات و تصرفات غیر الله، بر علیه اونها تبلیغ کرد. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.